سلام، روزتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم اواخر ماه آبانه، یعنی فکر کنم دیگه 29 آبان باید باشه. و اینکه من میخواستم ویدیو انباشت ضبط کنم امروز، چون ماه آبان خیلی خوبی داشتم. فکر کنم 4-5 تا فیلم خیلی خوب دیدم. یه مینی سریال نسبتا خوب شروع کردم و 2 تا مینی سریال شروع کردم و کتاب خوندم. حتی الان تو اینستاگرام 2 تا کتاب عقبم، 2 تا کتاب پوچ نکردم و خوندمش. و اینکه میخواستم خب امروز ویدیو انباشت داشته باشم، اما از 2-3 روز پیش، شاید از یه هفته پیش، یه سری ویدیوها توی اینستاگرام هم میبینم که و یه کامنت ها میخونم زیرش که احساس کنم باید در موردش صحبت کنم. و حالا اون ویدیوها چیه؟ داستان اینه که الان یه سریالی ساخته شده بر اساس رمان بامداد خمار که خب اسم سریال بامداد خماره و همونجوری که میدونین داستان رمان یه رمان خیلی پرفروش قدیمیه، رمان عامه پسنده و رمانی که خیلی اون موقع که اومد و حالا سالها حتی بعدش خیلی مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت، مثلا خانوم ها. و اینکه یه خود این موضوع مسئله‌ای که خیلی باید شدم فکر کنه که چرا این رمانو انقدر خانوم ها دوست داشتن با وجود پیام اخلاقی گل درشتی که توشه. اما این رمان به هر حال رمان پرفروشی بوده و الان سریالش رو ساختن و من از کیفیت سریالش نمیخوام صحبت کنم، از اینکه چقدر بیستان اثر بوده یا نه، اصلا مهمه که بر اساس این کتاب باشه یا نه یا هرچی. حالا کامنت هایی که زیر ویدیو دیدم صحبت کنم. ویدیو یه دیالوگ خیلی مزخرف و مسخره و خنده داره توی این کتاب که اصلا نمیخوام انقدر دیالوگ شنی و زشت و کرینجیه نمیخوام تکرارش کنم، ولی اون دیالوگیه که دختره میره توی در مغازه نجاری پسره و یه دیالوگ خیلی مسخره‌ای بینشون شکل میگه که میگه مگه شما میدونین کدومو میگم، نمیخوام اصلا تکرارش کنم. و اینکه خیلی اومدن دیالوگ رو مسخره کردن و حق داشتن. و یه سری دیگه تو کامنت ها اینجوریان که نه این دیالوگ بر اساس کتابه و کتاب چیز خوبیه و چون کتابه و خب اینا اومده بر اساس کتاب دیالوگ رو نوشته پس این کار خوبی کرده. من اینجوری بودم که چرا این کتاب خوبی داره فرض میشه، دارم نمیگم خوبه یا بده، و اینکه چرا آدم ها اینقدر مثلا از اینکه این بر اساس کتاب پس خوبه و کتاب اینجوری پس خوبه دارن بحث میکنن اونجوری. و من خیلی عجیب بود. برای همین تصمیم گرفتم سفر کنم به سالیان سال پیش، وقتی که دبستان بودم، فکر کنم 4 یا 5 دبستان بودم. اون سال یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. اتفاق از این قرار بود که یکی از بچه‌های دبستان، فکر کنم یکم از دوستای دبستان البته این ویدیوها رو دارن نمیبینن، ولی یکی از بچه‌های دوران دبستان یادمه که یه سری کتاب با خودش آورد و اینکه من یادم نیست چجوری کتابا انداب کرد به کلاس ما، ولی اینجوری بودش که مثلا بعد من فهمیدم که کتاب تو کلاسه، یعنی خیلی هیستوری وجود اون کتابا تو کلاس رو نمیدونم که حالا یه روز همشو با هم آورده یا یواشکی آورده یا از کجا اصلا آورده، ولی یه چند تا رمان آورد تو مدرسه و این رمانا شروع کرد بین بچه‌ها و تو جامیل بچه‌ها چرخیدن، از یه جامیل به جامیل دیگه. اون یکی میگفتش که مثلا نه زودتر بخون، من منتظرم این کتاب به دستم برسه و یه بحث اینجوری. من اون موقع چه کتابایی میخوندم؟ من 3 دبستان یا 4 دبستان بودم. جودی دمدمی میخوندم، نیکولا میخوندم و اینکه آره کتاب این شکلی میخوندم، کتاب این تخیلی میخوندم، کتاب این مدلی. ولی عمده زندگی من با جودی دمدمی اون دوره میگذشت. قشنگم که هر کتابش رو شاید 200 بار میخوندم. و بعد یه من متوجه شدم که چقدر همه دارن کتاب میخونن تو کلاس ما و خب اونقدر بچه‌ها علاقه به کتاب نداشتن. و بعد فهمیدم که یه سری کتابه که انگار دارن یواشکی میخونن و منم اینجوری بودم که میشه این کتابا رو به من بدین و به منم دادن و منم خوندمشون. کتاب هایی که تو جامیل مدرسه از این دست به اون دست میشدن عبارت بود اسمشون از اولیش خب بامداد خمار بود یقینا، دومیش دالان بهشت، سومیش یه کتابی به اسم همسایه بود فکر کنم همسایه بود اسمش، یکی از همسایه بود اسمش، و یکی هم کتابی به اسم میتراود مهتاب. این میتراود مهتاب یادمه چون من اون موقع معنی میتراود رو نمیدونستم و سالها بعد به اون شعر نیما یوشیجی بود رسیدیم و من فهمیدم میتراود یعنی چی.
بعد این کتابا بود و خب منم همه‌شون رو خوندم، چون که همه داشتیم همه‌شون رو می‌خوندیم و کلاسمون هم 16 نفره بود، برای همین یعنی کتاب راحت بهتون میرسید. و یادمه که عید بود و من یکی از کتابا رو، چون فکر کنم کتاب میتول مهدا بود، کتابی که یکم قطورتر بود، اون به من رسیده بود و من اینجوریام که من عید رو با خودم میبرم و همم چون خونده بودنش اینجوری بودن که میتونی ببریش. من اون کتاب آوردم خونهمون و اینجوری بودم که به منم آره مثلا این کتاب تو مدرسه بچه‌هاش هم میخوندن و ما اینجوری که این چیه و اینا. و من اینجوری بودم که اوکی مثلا من اینقدرشو خوندم. بعد من کتابو تموم کرده بودم، همین کتابو تموم کردم چون الان داستان کتاب فکر کنم میدونم چیه. مامانم مثلا کتاب رو نگاه کرد و اینجوری بودش که این چیه میخونی؟ کتاب خوب بخون. من اینجوری بودم که کتاب خوب چیه و اینا، براتون باشه عیده و بعد عید چه اتفاق مهمی میفته؟ نمایشگاه کتابه. من برد نمایشگاه کتاب و برام جین ایر خرید و من بعد از اون کتابای خوب خوندم. این ویدیو تموم شد نشد. حالا میخوام بگم که نقطه مشترکی بین تمام کتاب ها وجود داشته چی بوده و تفاوتی که اونا با جین ایر داشتن چی بوده و این چی بوده تو جین ایر که باعث شده من بعد اینکه جین ایر رو خوندم نتونم برم دیگه کتاب های اونجوری بخونم. و چرا الان وقتی یک کتاب اونجوری دست آدم ها میبینم خیلی دلم میخواد بهشون بگم که کتاب های خیلی بهتری هم هست که میتونید بخونید، ولی خب راستش اصلا آدمی نیستم که دلم بخواد از آدمی که الان کمک نمیخواد کمک بهش بدم، چون احساس خوبی بهم دست نمیده اون لحظه و برای همین دارم ویدیو ضبط میکنم در موردش، وگرنه بهشون میگفتم. و اینکه دلم بخواد یک کم هم در فکرم گفتم نمیدونم در مورد تفاوتاشون هم با هم صحبت کنم. اول اینکه تمام 5 کتابی که نام بردم داستانشون چجوریه. با مدد خوبم که دیگه هممون میدونیم، یه دختر پولدار عاشق دختر فقیر میشه، پسر فقیر میشه. اگه مدل اولیه بود با حداقل یکم نتفلیکس میساختش حداقل، نه این پلتفرم ایرانی‌ها. و دومی عاشق اون میشه و باش ازدواج میکنه. پیام اخلاقی داستان اینه که روی هوا و هوستون انتخاب نکنید و اینکه هیجان زده نباشید و اینکه بهتره به حرف بزرگترا گوش کنید چون عقل خودتون ناقصه و ازدواج اشتباه فلان بیساره و همه کاراکترها یا سیاهن یا سفیدن و همه آدم ها ادب میشن و در نهایت هم ازدواج نجات دهنده است. ازدواج دوم نجات دهنده است، اگه اولی نباشه دومی هست. این در مورد بامداد خمر. دومیش خیلی کتاب مریضی بود به اسم همسایه. نه اسمش همسایه بود، چون اصلا قبل ویدیو من سرچ نکردم اسمش چیه. داستان یک دختری بود که مجبور میشه با یه پسری ازدواج کنه و خیلی همخونه بود اسمش، بخشید همسایه چه همخونه، و این دوتا بلور توی خونه با هم زندگی میکردن و یه صحنه آیکونیک داشت که اون مریض‌ترین صحنه کل این کتاب بود که دختر موهاش از روسریش بیرونه و پسر موهاشو میبافه که موهاشو بکنه تو روسری و اکلیلی میشدن انسان ها بعد خوندن این صفحه. کتاب بعدی دالان بهشت بود که اونم فکر کنم جز کتابای خیلی پرفروشه. ولی به نظر من حداقل دالان بهشت نسبت به بقیه این کتابا یک کم متفاوت‌تر بود و در مورد رفتارهای اشتباهی که در ازدواج میشه داشت و طرف مقابل و از خودت برنجونی. و حالا نقطه مشترک بین داستان این کتاب از نظر من چیه؟ یه بخشش اینه که محوریت و بخش اصلی این کتابا یک چیزیه که مساوی با عشق قرارش میدن. یعنی من تویش کدوم این کتابا عشقی ندیدم. یعنی حداقل وقتی میام مثلا این کتابو با کتاب‌های دیگه‌ای که خوندم مقایسه میکنم، عشق تو اونا خیلی بیشتر میبینم تا این کتاب و متوجهش میشم. یعنی عشق یک کانسپتیه که تو این کتابا صرفا یک تعریف خیلی سطحی ازش شده و خیلی عشقش سطحیه و همش محوریت اون چیزیه که بهش میگن عشق و اون محوریت و اون عشقی که تو محوریت قرار گرفته چیزیه که میتونه آدم‌ها رو نجات بده، میتونه زندگی رو درست کنه و هیچ واقع گرایی انگار وجود نداره. اینکه مثلا اوکی بیا واقع بین باشیم فلان، نه، همه چون که مثلا عشق انگار یه چیزه چی بهش میگن یک معجونیه که آدم‌ها میخورن بعد دیگه واقع گرایشون از دست میدن و نویسنده این اتفاق انگار برش میفته و اینجوریه که اوکی عشق یا انسان‌ها رو نجات میده یا تباهشون میکنه و انگار سرنوشت همه ما گره خورده به یه عشقی که بعد بیاد با همون یه کاری بکنه.
دومین چیزی که به نظر من تو این کتاب مشترکه اینه که شخصیت سازیشون و شخصیت پردازیشون خیلی ضعیفه. ما رشد شخصیت رو نمیبینیم تو روند داستان. ما حتی مثلا انگار بیشتر وقت انگار همه این شخصیت ها حتی قیافه هاشون هم یکسانه. یعنی دوره آدم ها هی مسخره میکردن که مثلا حسش هم رفت، یاشار تهرانی بود اونی که این مسخره میکنن تو توییتر که مثلا یه بنز داره و مثلا عاشق یه دختره چشم عسلی میشه که هارمونی خاصی داره و این شاید مسخره الان شده، ژانر شده، ولی واقعا این چیز وجود داره تو این کتابا، این چارچوب وجود داره تو ظاهر آدم‌ها. قیافه‌هاشون باید اینجوری باشه، شخصیتشون باید اینجوری باشه، یکم شیطون باشه، یکم حاضر جواب باشه. انگار اگه این نباشه داستان جذاب قرار نیست باشه، چون جور دیگه انگار نمیتونن داستان رو جذاب کنن. و اینو با جینر که آدم مقایسه کنه، جینر یه دختر خیلی درونگرا، خیلی ساکته و خیلی خشکه. یعنی مثلا شخصیت واقعا خشکی داره، ولی کتاب بسیار جذاب و خوندنیه با وجود این موضوع. بخش بعدی اینه که هویت آدم ها تو این کتاب، هویت شخصیت ها فقط تو رابطه تعریف میشه. انگار وقتی که اینا تو رابطه نیستن، وقتی که مثلا هنوز اون پسر رو ندیدن، هنوز اون دختر ندیدن، چیزی از خودشون ندارن که داستان بخواد بهش بپردازه. و در تمام کتاب های کلاسیک دنیا مسئله اینه که اصلا عشق یک بخشی از داستان اتفاق میفته، ولی اصلا اینجوری نیستش که اون شخصیت وقتی عاشق میشه قراره که مثلا عوض بشه یا اصلا اونجا تازه تعریف بشه. اون بیرون عشق تعریف شده و داخل عشق هم همونجوری که بیرونش اکت میکنه و این به نظر ما منطقی میاد فصل و مسئله‌ای که وجود داره. بخش بعدیش اینه که اتفاقای داستان، کشمکش‌ها، بحث‌ها، همون دیالوگ مسخره خیلی مصنوعی‌ان همشون. یعنی دیالوگایی نیستن که آدم‌ها استفاده کنن. اوکی، حالا زمانیش هم در نظر بگیریم، باز هم اون دیالوگایی نیستش که بین آدم‌ها رد و بدلشه. اون پینگ پونگ رو انگار داستان نداره و انگار نویسنده اومده تمام هدفش رو گذاشته من دیالوگی بنویسم که آدم‌ها رو احساساتی کنه. حتی اون دیالوگی اصلا احساساتی نمی‌کنه هیچ کس، اون استثناء. ولی انگار کلا قرار نیست از قبل اون دیالوگ‌ها اتفاقی بیفته. انگار اون دیالوگا داستان رو جلو نمیبرن. اون مثلا نگاه‌هایی که به هم گره میخوره قرار داستان رو جلو ببره و این خب باحال نیست واقعا. قدرت انتخاب ندارن شخصیت‌ها تو این داستان‌ها. یعنی همشون مجبور شدن با یک نفر ازدواج کنن یا مجبور دارن میشن با یکی ازدواج کنن یا یکی عاشقشون شده و اینا به خاطر اینکه یکی اذیت کنن میخوان با اون ازدواج. یعنی انگار یه اجباریه و اون قدرت انتخاب ندارن خودشون و حتی وقتی که خودشون مثلا میخوان یکی بچلونن و اذیت کنن و مثلا با یکی دیگه وارد رابطه‌شن، انگار خودشون دوباره اون قدرت انتخابی که آلردی دارن از خودشون میگیرن. و اینکه زیادی همه چی مشخصه. یعنی اصلا این کتابا بلد نیستن حداقل به یه جوری انسان‌ها رو نصیحت کنن که آدم‌ها این نفهمن که دارن نصیحت میشن. انقدر همه پیام‌های اخلاقی داستان بلده. این اون کارتونه بود بچه بودیم می‌دیدیم که مثلا میذاد پیام داستان فلان، مثلا واقعا پیامشون در این حده. خود بامداد خمار پیام داستان معلومه. یعنی مثلا اینجوریه که اوکی به حرف بزرگترتون گوش کنین چون شماها خیلی احساساتی هستین، عقلتون نمیرسه، روی هوا هوس یکی رو انتخاب میکنید و فکر کنید عاشقش شدید. دیگه پیامش بولترین حالت ممکنه و خب بقیه‌شون هم همینجوری. یعنی بقیه این داستان حالا بالا خور مثلا یه پیام هم داره، یه چیزی که واقعا پیام هم ندارن، ولی مثلا اینکه اگه پیامی هم باشه اصلا برایش اونو بپوشونن یا اون ایدئولوژی که وجود داره رو تو مثلا یک قالبی مثلا بذارن که آدم‌ها گلدرش ترین چیز براشون این نباشه. خیلی نویسنده‌های سوسیالی وجود دارن، خیلی نویسنده‌های طرفدار جنگ وجود دارن، خیلی نویسنده‌ای هستن که تو دوران اینو میتونم تو یوتیوب دمش صحبت کنم در مورد هیتلر و اینا میخوام صحبت کنم که مثلا طرفدارش بودن، ولی خب وقتی شما کتابشو میخونید اون لحظه این احساس رو نمیگیرید، ایدئولوژی اون آدم رو انگار خیلی نمیفهمید، ولی خب بعدها که میفهمید ایدئولوژیشون بوده و تو ذهنتون اینو با داستان تطبیق میدید میگین مثلا راست میگه انگار. ولی خب اینا نه دیگه، اینا مثلا هم میگفتن همون اول. و اینکه این کتاب ها عموما پیچیدگی تماتیکی ندارن. من نمیخوام بگم که مثلا تماشون همش مثلا فلانه بیشتر، اما هیچ همون تم
تمی هم که انتخاب کردن هیچ پیچیدگی ندارن. انگار نویسنده خیلی همه چیز رو فقط میتونه توی یه سطحی ببینه و هیچ عمقی نمیتونه بهش متصور باشه و هیچ لایه‌ای نداره دیگه، تک لایه است. و توی فیلم، کتاب و چیزای اینجوری وقتی که لایه‌ای وجود ندارن و همه چیز تک لایه است، خیلی حوصله سربر میشه، خیلی مخاطب تنبل کن میشه. یعنی مخاطب صرفا عادت میکنه که فقط نگاه کنه، فقط بخونه، هیچ تحلیلی، هیچ قدرت تحلیلی به مخاطب نمیده. و به نظر من ادبیات، حداقل برای من، چند تا کاری که انجام داد، یکی از مهم‌تریناش این که من قدرت تحلیل داد. قدرت این داد که حتی از رفتار آدم‌ها رو بتونم راحت‌تر تحلیل کنم، حتی بتونم راحت‌تر بدونم که الان اون آدم چرا داره این کارو میکنه. و یه بخش دیگه‌ش هم که حالا نمیگم توی ویدیو دیگه میگم، خواستم در مورد فواید ادبیات صحبت کنم، ولی مثلا اینکه قدرت تحلیل از مخاطب میگیره، مخاطب رو فلج میکنه. و اینکه حالا این کتاب با تمام این مسائلی که دارن چرا خوندنشون بده، چه اتفاقی میفته؟ راستش به نظر من یکی از کارهایی که این کتابا میکنن اینه که میان رنجی که آدم‌ها میکشن رو رمانتیک میکنن. مثلا این رنج رو تو داری برای عشق میکشی، مثلا میدونید این فاز رمانتیک کردن رنج خیلی واقعا چیز آزاردهنده‌ایه و اصلا جالب نیست به نظر من. و اینکه میان رابطه های ناسالمی که وجود داره رو نرمال میکنن. یعنی مثلا اوکیه که اگه مثلا آرشام تهرانی بود، رخی یاشار نبود، اگه آرشام تهرانی مثلا گوشت کرد، اوکی گوشت کردن فلانه، یا اینکه اگه مثلا یکی خوشت میاد بهش بی محلی کن، یا اینکه چه میدونم منیپولیتش کن، یا اینکه گسلایتش کن. مثلا انگار تمام، یا لاو بامبینگ، مثلا لاو بامبینگ واقعا نقطه چیز این رمان همشون لاو بامبینگ هست، یعنی واقعا به شکل کلی لاو بامبینگ هم میشه. فارسیشون فکر نمیدونم هنوز چیز فارسی بهش ساختن یا نه، ولی اینکه مثلا یه نفر اول رابطه یهو میاد یه عالمه عشق به یارو میده که اونو کور کنه، و اینکه بعد که مثلا به خواستش توجه کرد، مثلا باش وارد رابطه شد یا هر چی، یهو اونو ازش میگیره و این مثل یک طناب نامرئی میشه که هی اونو دنبال خودش میکشه. و لاو بامبینگ کردن و انگار میاد جون کنه که آره مثلا این اوکیه، مثلا این خیلی آدم رمانتیکیه که این کارو کرده. و اینکه یه چیز دیگه هم که هست اینه که تمام شخصیت‌ها رو میاد به شدت به عشق وابسته میکنه و اینجوریه که عشق رو به عنوان یک راه نجات نشون میده. حالا من میگم عشق چون کتابا بهشون میگن عشق، ولی اون حسه که وجود داره، اون هیجان، اون رابطه هستن. اینجوریه که آدم‌ها با رابطه هستش که زندگیشون بهتر یا بدتر میشه. یعنی تو اگه با یه آدم خوب حالا مثلا لحاظ اجتماعی میتونه باشه، مالی، هرچی، وارد رابطه بشی، زندگی تو نجات میدی و این باعث میشه آدم‌هایی که مثلا نردبون به هم نگاه کنن دیگه. یعنی مثلا وقتی با یکی میرن بیرون، خیلی چیزهایی که شاید اونقدر اهمیت نداشته باشه براشون مهم باشه، یا اصلا برای اینکه با یه نفر برن بیرون به چیزهای خیلی سطحی توجه کنن، چون اون آدمه براشون نردبونه، آدم نیست، فقط همین مثلا پله داشته باشه کافیه. و این رمانا واقعا اینو دارن درون خودشون دیگه. و اینکه تصویری هم که از عشق دارن تصویر درستی نیست دیگه، همش بیس آن مثلا چقدر انگلیسی حرف میزنم ببخشید، همش بر اساس هیجانه، بر اساس چیزاییه که مثلا خیلی دم دستیه، تعریفش از عشق اصلا مثلا مشکل داره. حالا میام در مورد چی صحبت کنم؟ در مورد اون جین ایری که مامانم خرید برام و اون کتابایی که قبلش میخونم و تفاوتی که اینا با هم دارن و بهتون بگم. یه بخش اصلی همونجوری که گفتم در مورد شخصیت پردازیه. جین ایر شخصیت واقعا چجوری بهتون بگم، انگار که مثلا یه مارپیچ شخصیت این آدم، شما هی تو اتفاقای مختلف وجه‌های متفاوتی از شخصیت اینو میدیدید، ولی شخصیت‌هایی که تو این رمانا وجود دارن معمولا اینجوریه که دختر پرشر و شور، همین میدونید، دختر ناز پرورده و اینکه حتی نمیتونن اینو بیان در مثلا یه سری رخداد نشون بدن، اینو مثلا به صورت صفتی می‌نویسن. حتی رمان اما با اینکه مثلا خیلی توش مثلا میاد واضح اما رو معرفی میکنه، اما باز برای مخاطب جای بازی کردن میذاره، جای اینکه مخاطب خودش کشف کنه که چرا اما اینجوریه، یا حداقل میاد توضیح بده که اما مثلا خانواده‌اش اینجوریه، پدرش اینجوریه، پس شخصیت خودش اینجوری شده. اما تو این کتابا انگار اینجوریه که مثلا در حدی چند تا صفت توصیف شخصیت براشون تموم میشه و شخصیت پردازی همونجا تموم میشه و همینطور رشد شخصیت هم ندارن. جین ایر در طی رمان تونست یه ایجنسی پیدا کنه،
اما شخصیت داستان‌ها انگار که در طول رمان بزرگ نمیشن، انگار از لحاظ شخصیتی رشدی ندارن، انگار همون آدم اول کتاب آخر کتاب هم با همون آدم شما طرفین. صرفا مثلا اومده یه اتفاق بدی براش افتاده و درس عبرت گرفته، اما چیز دیگه انگار تو این شخصیت به جز زخمی که خورده و درس عبرتی که گرفته عوض نشده و همون آدم اول داستانه. و اینکه مسئله که وجود داره اینه که توی جین ایر به شدت روی عزت نفس و اون سلف استیم جین ایر تاکید داشت و اینکه جین ایر یه جایی رها میکنه فقط اینکه احساس میکنه خودش مهمتر از اون عشقه و اینکه احساس میکنه خطر داره میکنه و این خیلی جالبه. این نشون میده که چجوری یک زن میتونه تو اجتماعی که حتی اون موقع خب انگلیس کارش جالبی نداشته که یک زن چجوری میتونه تو اون اجتماع رشد پیدا کنه، چجوری میتونه یک سفر برای شخصیت خودش بسازه که در طی اون سفر آدم که اول اون مسافرت بوده آخرش نیاد بیرون، یه فرد متفاوت و پخته شده تر بیاد بیرون. و اینکه نشون میده آدما برای استقلالشون باید بجنگن و مبارزه کنن از راهی که منطقیه و درسته و راه احمقانه نه. ولی رمانای ایرانی راستش اینجوریه، این رمانا مطلب همون چند تایی که اول گفتم به علاوه بقیه رمان از قشر خودش اینجوریه که همش انگار میخوان پند اخلاقی بدن با آدما، اینجوریه که مثلا انگار خیلی حسا رو میان کوچولو میکنن که بتونن در موردش صحبت کنن و انگار خیلی همه چی مصنوعیه توشون. خیلی میدونید دارم چی میگم دیگه، اونجوریه. در مورد شخصیت پردازی زن هم همینطوره. نیا کنین مثلا تو این کتابا همش شخصیت ها یه سری آدمای ضعیف هستن که درس عبرت میگیرن و آدمای زخم خورده میشن که درس عبرت گرفتن. اما تو جین ایر اینجوری نیست. توی جین ایر یه شخصیت مستقل و جسوری جین ایر اول کتاب داره با ورودش اصلا به اون خونه و در آخر کتابم میاد با اون سفری که داشته، با اون جوری که خودشو نجات داده و آخرش با اون انتخابی که خودش دلش میخواد بکنه میاد اون شخصیت رو میسازه و این خیلی جالبه به نظر من. و در آخرش هم جین ایر دیالوگای خیلی قشنگی داره، یعنی دیالوگای کتاب لحظه‌ای که تصمیم میگیرن سکوت کنن حتی و لحظه‌ای که حرف میزنه برای من خیلی جالب بود حتی تو اون سن و سال. جین ایر حق داره انتخاب کنه، اما زنای این رمان ها انگار انتخاباشون قراره همیشه اشتباه باشه، همیشه از روی بچگی، هوس، حماقت، چیزا اینجوری باشه. راستش این تمام حرفی بود که میخواستم بزنم و من دوست ندارم، با اینکه دوست دارم بگم ولی نمیخوام بگم که این کتابا رو بخونید یا نخونید، ولی به نظر من کتاب بهتری هستش که میشه جای این کتابا خوند و جدا از اون سرگرمی که به شما میدن چیزای دیگه هم داشته باشم. من کاملا میدونم که این کتابای زرد خیلی آدم رو سرگرم میکنن و خیلی گیلتی پلژر محسوب میشن، اما مسئله اینه که مثل باطلاقه، وقتی شما به اون عادت کنی دیگه خیلی سخت میتونی از توش بیاین بیرون، چون مثل یک فست فود مثلا ضعیف عمل میکنه دیگه، انگار فقط سیر میکنه شما رو، خیلی سریع، خیلی چرب، خیلی بدون ویتامین فقط سیر میشید. اما اگه عادت کنیم رمانایی بخونیم که کتابای درستری هستند، این مسئله رو میاره که یاد میگیریم صبر کنیم، در کنار اون لذت بردن تحلیل کردن یاد بگیریم و بتونیم حداقل جوری خودمون رو سرگرم کنیم که برامون مناسب باشه و حس کنیم که داریم مثلا میریم به سمت یک کوهی، خب نه اینکه داریم توی باطلاقی فرو میریم. و اینکه اگه بخوام چند تا از این کتابا رو بگم، ولی من برای دختره نوجوان کتابایی که مال همون کتابای خواهران برونتا، جین آستن، کتاباشون واقعا کتابایی که براشون جذابن، چون این مسئله وجود داره که شاید این کتابا چون برای اونا جذاب نیستن برای مخاطب نوجوان خونش خیلی جالب نباشه. اما مثلا اینه که اگه کتاب خوبی انتخاب کنیم حتما این موضوع وجود داره و اینکه هری پاتر بخونن. هری پاتر هم خیلی جذاب و حتما لذت میبرن. و آره حالا من دوباره با انباشت میام، سعی می‌کنم انباشت رو هم تو همین هفته بذارم، ولی دوشنبه تعطیله، فکر کنم شاید بتونم بذارم. و اینکه اگه پیشنهادی برای من داشتین، سوالی داشتین یا با حرفای من مخالف بودین حتما بهم بگین، چون خیلی دوست دارم در این مورد بتونم گفتگو داشته باشم باهاتون. فعلا خدافظ.